سوره آل عمران آیه 130 و 131 دو آیه میخوایم بگیم که لفظ تقوا توشه. حفظم بکنی طلبا. اولیش راجع به رباخوراست. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، که الان رواجی داره، بعضیا شنیدم میخورن ربا. شاید حالا انقلاب شده کم شده، اما نمیدونم. علائم مسائل بانکی هم یه قدری توش حرفه. به فتوای بعضی از مراجع مشکل، به فتوای مرجعتون مراجعه کنید. این سودی که از بانک میگیرین، پول بعضیا بانک میذارن و سود میگیرن، به مرجعتون مراجعه کنید. ببینید مرجع شما میگن این مضاربه است اب نداره یا رباست اب داره. من نمیدونم، هر کی ازم میپرسه میگم استطاع از مرجعتون بکنید. من این کارای بانکو الان نمیدونم، بخوام برای شما بگم نمیدونم. لذا شما اگه محتاج به این مسئله هستید، از فتوای مرجعتون استفتاء کنید، ببینید که حالا چطور این پولایی که از بانک مردم میرن میگیرن، پول میذارن به حساب و بعد میرن در ماه یه چیزی میگیرن. حالا این آیه اول راجع به رباست. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اهل ایمان ربا نخورید. از آفن مضاعفه، چند برابر، که بعضیا ورشکست میشن برای اینه. از بس سود داده اصلو بین برده، از اصل سود داده به طرف، نزول داده، حالا چیزی دست بارش نیست، باید بره زندان. اصلا این ربا خیلی گرفتاری. علت حرام بودنش برای اینه. بعضی اقتصاد مملکت رو به هم میزنه. الان خیلی ها پول تو بانک گوشه خونه خوابیده. یعنی چه؟ این کارو چرا دولت کرده؟ پول بزنین در اومد برای کار کنین با پولتون. پول میذاره تو بانک، میره تو خونه میخوابه. پول حساب درگاه. این قشنگ نه، همش مشکله. من نمیدونم چرا دولت به فکر نیست. دولت ما چرا به فکر نیست که اصلا قدغن کنه این کار رو. مردم با پولشون خودشون کاسبی کنن. نشسته بره دکون واکنه، کاسبی کنه، با پسرش بشینن، با یه نفر شریک شن، پولو گذاشته تو بانک، رفته روزا در دکون بقاله میره میشینه، صبح تا غروب زنا میان زنا رو نگاه میکنه. دیدم بعضیا میگن آقا پول تو بانک گذاشته دیگه کار نمیکنه، روزا میره اونجا وای میسه در دکون حلبی سازی میشینه. زنا که میان میرن همه محرمن دیگه. بعد از انقلاب زنا محرم شدن، صیغه محرمیت خوندن، همه زنا محرم، حتی با آخوندان محرم شدن. آخوندان با زنا احوالپرسی میکنن در مکه. حاج آقا تقبل الله، اونم میگه حاج خانم التماس دعا داریم. بنده دیدم که میگم خیلی شلوغ کار ما جلو میریم جهنم، شما سینه زنون دنبال ما بیاد. خیلی کارمون شلوغه. اینا رو بنویسید دفترتون که من میگم تو کتابا نی که ما آخونده باید جلو بریم جهنم، شما سینه زنون دنبال ما بیاین. بله ما کارمون خرابه، خیال نکنیم ما کارمون درسته، کار ما هم خرابه. بیلا دل بیلا شغندر، همه به هم میخوریم. یا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا از آفن مضاعفه و اتقوا الله، بترسید از خدا، ربا نخورید، بترسید از خدا. اتقوا الله. یه کسی میگن قدیما به کسی پول قرض داده بود، تو بیابون مسافرت که رفت زیر درخت، اون کسی بهش پول داده بود رسید سایه، نرفت بشینه، گفت من به این پول قرض دادم، میترسم زیر این سایه بشینم ربا بشه. یعنی این مقدار از سایه درخت اون که پول به من داده این ربا بشه، نشه زیر اون درخت، رفت اون بر تو آفتاب. گفت اینجا بله مشکل خود. و اتقوا الله لعلکم تفلحون، ربا اگه نخورید شاید رستگار بشید، به فلاح و رستگاری برسید. این آیه دوم کوچیکه. و اتقوا النار التی، از آتش هم بترسید، تو ربا خورا. و اتقوا النار التی اعدت للکافرین، از آتشی که خدا برای کافرین آماده کرده، از اون آتش هم بترسید. ربا نه. این روایت داره دور آخر زمان اگه کسی هم ربا نخوره گرد ربا او رو میگیره. الان ما غالبا ربا نمیخوریم، اما گردش ما رو هم گرفته، چون با همین پولایی که تو بانکه همین پولا تو دست بال ما هم میاد. خیلی مشکل.